هما نظر این همی ده چشم زیناشو میگه این همی نظری حرام ای با شهوت که نگاه کردی این زینای چشم شی او زبون هم میبرن در حلق تو سیخه که آهنی را میدوزن زینای دست نم قپیدن ای لمس کردن ای دستی از زنی بیگونه را میقپی میتکی پگر رو تسیو میکنه مرد بزن میرسه مقصد دستی زنه که با شهوت نقپی با چشم شهوت در زنها نظر ناندازه سخنای شهوت آمیز به زبان نگی با گوشات و نمو سخنای شهوت آمیز گوش نکنه فیلم های فحش فحشی تماشا نکنه اپیمیون پاست برای با قوت کردن مردانگی بدن شخصانی که بفرزندن بلند برداشتن فویز سپرما منی خنک گرفتگی پا و رگ میکشیدگی پا و همچنین برای حوصله را بلند کردن کلکوین یکی از مغزهای بهترین برای درمان دردهای پا، دست میان، بوغم، رکشی، خنک گرفتگی و ریماتیسم. روغن خلبه برای مشکلی پروستات همچنین برای خنک گرفتگی گرده، پیشابدان، سنگون، نمک گرده و پیشابدان را هم تازه میکند. یک مرد در همه جا زینا میکنه باید اختر هر سه رفته میگه چیکار کنم که توبه کنم هم مرده الله زینا گناه کبیره است یکی از بدترین گناه کبیره است خداوند گفت ولا تقربوا الزنا با زینا نزدیک نشوید همین تا عادی نگفت که زینا حرامه الله گفت با زینا نزدیک نشوید یعنی که نه فقط زینا بلکه از دوایی زینا پرهیز کنید یعنی مقصد که زینا وقتی که یک کس به یک کس میرسه مرد به زن میرسه مقصد دستی زنه که به شهوت نقپی با چشم شهوت در زنها نظر ناندازه سخنای شهوت آمیز به زبان نگی با گوشات و نمو سخنای شهوت آمیز گوش نکنه فیلم های فحش فحشی تماشا نکنه ولا تقربوا الزنا معناش این میشود در صحیح مسلم اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم میگه کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنا مدرک ذلک لا محاله فرزند آدم میگه حصهش از زنا نوشتگی است هر چیزی که نوشتگی البته به سرش میآید علاج نداره فالعینان زنا هما نظر این همی ده چشم زیناشو میگه این همی نظری حرام است با شهوت که نگاه کردی این زینای چشم شی والاذنان زنا هما الاستماع گوش از زیناش میگه این همی شنیدنی این همی سخنای فحش فاحشی و این همی مقصد که گپای دخترها و دیگر و لسان و زنا الکلام زبان میگه زیناش این همی سخن گفتن ای گپ میته و پگا او زبان میبرن در حلق تو سیخه که آهنی را میدوزن والیدان و رجلان زنا هم الخطا مقصد که پاها را زیناشون هم حرکت کرده و به اون جای فسق فساد رفتن ای والید و زنا البطش زینای دست هم قپیدن ای لمس کردن ای دستی از زنی بیگونه را میقپی میتکی پگر رو تسیو میکنه همه همیو همچه دوایی زینا هم خداوند ای همه همیو معن کدگی ای والقلب یهوه و یتمنا ای دل ارزو میکنه ای تری کنم او تری کنم و میگه و یصدق ذلك الفرج و یکذبه انا بعد فرج اینا تصدیق میکنه اما هوا و حواسی دیله یا تکذیبش میکنه برای بسیار احتیاط کردن در کار شخصی که زینا کرد احتیاط کنه بفهمه که خبر پیامبر صادق است این گپ یگان مخلوق نیست که بگوی مقصد روش بد کنم ای خودش گفته است پیغمبری که و ما ینطق عن الهوا هیچ گپ از پیش خودش نگفته است حضرت میگه عف نساء الناس تعف نساء عفت زنهای مردم بداره تا عفت زنهای شما را بداره همه آدمای زیناکار همه بلا به سرشون میآید شخص زنا میکنه یا آخر الامر به زنش زنا میکنه یا به خواهرش زنا میکنه یا به دخترش زنا میکنه یا به نویرش زنا میکنه علاج نداره که نکنه و نکوب داری مردم تو نکوبن درد امیره همه ابلهان نمیفهمن بسیار جدیه همین مسئله اما کسی که همین کار را میکنه همیشه در سرش میگیرن یک زمانوی پیش ولی پروود نبود آدمای بدولت سقاها را زکس میکردن آب فرض کردیم در خر آب میکشه در شتر آب میکشه قطیش گپ زمان میکنن مثال یک ماه میگه آبی ما را تامین میکنی
اینمی هر روز میاری اینمی قماش بعد پولتا میتم اینمی خواهد اکه او دیگه همز زکازی دویمی نداره او سکو هر سه دیگه او کی او دا میویا اوی ارزون گفتن هم میگرده و خونو هم میوره تامین میکرده یک زرگر هم تری یک سکو دویم خونش او میورده زیاده ای 10 سال خدمت خونه میره کردم ده یک روز ای کار میاکی زنش بسیار غمگین و مایوس سرش خم شتگی و میدرویا زنک چیکار کردی میگه روز شب چیکار کردی تو هیچی نکردم رو تا بد نکرد روز شب گفت هیچی نکردم یک چند قسمی دروغم خوب گفت اگر نمیکردی تری نمیشی همین مردک 10 سال در خونه ما خدمت کرده است هیچ وقت خیانتی همی را ما ندیدیم یگون برم تا سرش برداشته زنکو را نگه نکرده همین سرکش خم می اومد اوش خولی میکرد و میرفت همین روز اومد میگه همین دست ما قپیده است همین با شهوت هم تا سویدیسته اخیر با سرش خغیر کردم دشنام حقورتش کردم دست ما کشیدم بعد گریخت رفت همین مردکی این طریق خیانت کار نبودی همین قصول رو ندیدم چیکار کردی تو؟ بعد میشینه مردک میگه یه زنی صاحب جمال اومد دستاش شلوک به دست گفت چله میگیرم یاد چله را گرید در انگوشتش کرد که کشود و تنگ انتری باید شا گرفت میگه و خودم درم چلی که نمک انداختم دستاش دیدم حواسم کرد میگه با میگم تا دستا را مولیدن گرفتم منازعه پروردگاره که این دستکوی خشرو را خلق کرده است گفته همیتا مولیدم دیدی گفت ناشگرید شود هر چند قطع اکتفا کردی اگر میرسیدی زن تا میرسیدم خویده همی های نزن در یک کسا تو نزنن در در زینو کرو همیشه دیو چو همی باشه توبه کنن و خدا رجوع کنن فرد روز خیانت با حاشو بده با او زنی که زینو میکنه او زن بخوی نخوی پدر داره خیش پیوند داره بعضی شوهر دارن بعضیش فرزند دارن همه او با ای گریبانش میگیرن فرد روز قیامت که خیانت کرده است این بدبخت آبروی او را ریزونده است در ناموسش تجاوز کرده گیاید برای بسیار حکمشو سخته اکم راهی نجات همیه صدقاً توبه کردن صدقاً توبه کردن یعنی توبه کنه که هر وقت همون کار در یادش بزنه که پاش بی تنش بخیزه نه یکی با خطی رفیقاش چک چک کنه یا شیده ای تری کردم دیم یا دو دسته فلان کردم دیم هر وقت آدم همون گناه کردگیش با ذوق با شوق نقل میکنه گویا هم را ای سری نو کردگی همون گناه در ملاش میاد یک مرد میگه نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد بسیار یک مردی صاحب جمال یک جوان گفت یا رسول الله ایذن لی بالزنا ای حبیب خدا گفت اجازت بده من هم زنا کنم نمیتونم خدمت خپیده شهوتم بسیاری بده بعد هر کس ای هر سه یتش یا منگلیش زده یتش حقارتش کرده صحابه با غیرت و ناموس بودن حضرت گفت نزدیکش بیاره بعد او وردنش پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشت حضرت صلی الله علیه و سلم گفت که یا شاب اتحبه لامک ای جوان گفت میخوای که کسی با مادرت زنا کنه گفت لا یا رسول الله جعلنی الله فداک نگو پیغمبر خدا مرا فدای کنه حضرت دوست می‌داشتن واقعا دوست می‌داشتن خدا من فدای کنم کی میخواد که با مادرش زنا کنه گفت ولا الناس یحبونه لامهاتهم انا مردم هم مثل تو نمیخواهم که کسی با مادرش زنا کنه افتحبه لبنتک میخوای که کسی با دخترت زنا کنه گفت نه یا رسول الله خدا من فدای کنم گفت مردم هم نمیخواهم که با دختراشو زنا کنه میخوای که کسی با خواهرت زنا کنه میخوای کسی با عمت زنا کنه میخوای کسی با خالت زنا کنه هر باره میگو که لا یا رسول الله جعلنی الله فداک حضرت گفت مردم هم نمیخواهم که با خواهراشو زنا کنن با عموهاشو زنا کنن و با خالوهاشو زنا کنن زنا میکنی و خش تبار داره و پیوند داره بعد میگه حضرت صلی الله علیه و سلم همین دستی مبارک شدن بالای سری همون جوان موند گفت اللهم اغفر ذنبه و حسن فرجه و طهر قلبه خدایا رو گناه این بنده تا ببخش پروردگارا دلش پاکیزه و توزه کن همین فساد و فیس
خداوند فرد نگه بدار که دست به زنا و حرام نزنه. و شرافت دعای حضرت صلی الله علیه و سلم میگه همون جوان از زهاد صحابه ها گشته بود، همین خیلی زاهد بود، همین خیلی پاک دامن بود. آخه سبحان الله در این عصر و زمان دیگه این زنا و گپ دادن یا افتخار نیست. افتخار ایه که جوان دختر گپ بتاود سرکش خم بکنه و بگه ای خدا بترس. با خدا قسم افتخار نیه دیگه جای کتگیش نمونده است. همین متاسفانه زمان همین خیلی شده است. یا وقت بچه ها دختر را گپ میدادن ولی دختر بچه را گپ میتن. الان خشا به حال جوان مرده که خچه پاکیزه و تازه نگه میداره فردا روز قیامت هم نشین یوسف علیه السلام بخیزه.